ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگویی. نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی. تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت تشریف انسان در مهبط تن، حالتی که فرد به یک باره از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به قالب جسم باز می گردد. علائم حیات خواه در جسم باشد یا نه، این تجارب با مرگ قطعی شباهتی قطعی دارند. ادراک غیر مادی برون از جسم مادی. برای یافتن تجربه گران نزدیک به مرگ سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بیندیشیم به انسان و راه که از کجاییم، در کجاییم و به کجا. و این بار از آشیانه پرگشودیم تا نیشابور، درست همینجا. اسم شریف؟ سید رضای بیضایی، ساکن نیشابور هستم. سن؟ 58 سال. تحصیلات من در حد سیکل هستش. شغل شریف؟ تعمیرات ماشینالات صنعتی را انجام میدم. اولین کاری که میکنم نماز میخونم. بعضی اوقات که اگر کار تعمیرات بهم میخوره که میرم کار تعمیرات رو انجام میدم و اگرم کار تعمیرات انجام ندم با هم تاکسی میچرخم دیگه تا شب. خیلی خوشم میاد. قربان شما، خیلی متشکرم. تهران هم این خانم بچه هم با خاطر بوده؟ نه بچه ها رو نتونستیم بیارم شب. بچه ها خانم به خاطری که با ماشین همه نتونستن بیارن، گفتن که حساب خسته ما رو نمیتونم بیارم. سلامت بشه. اگه با هواپیما بود همه، ولی خب چون ماشین هست. آره ما خب نبود دیگه. آره. خب جناب بیضایی چه اتفاقی افتاد؟ از بزرگ شما که 3 مورد برای من اتفاق افتاده. دیدم شوهرم افتاده به یک طرف، بعد هرچی صداش زدم دیدم هیچ خبری نیست. در باز کردم، سری گاز رو بستم، مشعله‌ای که اونجا روشن بود گاز گرفتگی. و تو این وضعم خیلی اصرار کردم که حقیقت من تو آیسیو راه نمیدادن تو آیسیو، چون راه نمیدادن. خب از پشت شیشه داشتم نگاه میکردم، دستگاه ممتد شد. من خیلی ناامید شدم که خوشبختانه دستگاه دوباره شروع به حرکت کرد. این 3 مورد از اول شروع کنم یا از وسط یا از آخر؟ کدوم یکی؟ از مورد اول. از اول. بله. عرضم بزرگ شما که مورد اول من دقیقا یادم نمیاد که در سال 57 بود یا 55 بود. چند ساله بودین؟
فکر میکنم اولوش 10-12 سال سنم بود که یه استخری بود روبروی شهربانی سابق نیشابور. بله. اینا اون زمان به حساب ساعت معینی نداشت که مثلا 2 ساعت 3 ساعت برن استخر، بعد از 2-3 ساعت برن مثلا بیرون. اینا صبح میرفتن تا ظهر باز شروع میشد تا ساعت 4 بعد از ظهر. ما ساعت 1 که خودمون انداختیم تو آب قسمت 4 متری شنا بلد بودم، ولی چی اتفاقی افتاد که من شیرجه زدم رفتم تو آب، حالا نمیدونم سنگ بود خورد تو سرم، پای کسی بود خورد تو سرم، کله کسی بود خورد تو سرم، دیگه یادم نیست. یعنی استخر شلوغ بوده؟ نه، تازه اول نفر بودم من، نمیدونم چی اتفاق افتاد که رفتم تای آب خوردم، سنگین شدم، تای آب موندم، جنازه من تای آب مونده بود. اون زیر آب شما دیگه بیهوش بودید زیر آب یا احساس غرق شدن رو داشتین؟ اصلا هیچ احساسی نداشتم. پس تو حالت بیهوشی رفتیم؟ آره، در حالت همون ضربه اول که خورد به سرم دیگه بیهوش شدم، رفتم تای آب. بعد روحم از بدنم جدا شد، روحم اومد بالای آب، دنبال نجات میگشتم. الان داریم میرسیم به نزدیک فلکه فردوسی و از اون قسمت فلکه رو دور میزنیم، میریم به قسمت استخر و اون استخر رو از نزدیک میتونیم مشاهده کنید و ببینیم. کسی رو پیدا میکنیم که بیاد درش رو باز کنه از داخل. اون قسمتی که جسد من افتاده بود اونجا رو نشونتون بدم. آره، این استخر همون استخر قدیمی هستش که 50 سال قبل من اینجا یه خاطرات خیلی بد داشتم که این استخر قدیمی نیشابور هستش که ما الان داریم میریم به سمتش. حالا فکر میکنم از اینجا معلوم باشه، ولی اینجا به درد کار ما نمیخوره. نه، اینجا به درد نمیخوره. این از جای دیگه جا داریم ببینیم. این استخر بسته است، کلیدش نیستش. اونجا هم کلیدش نبود، کسی نبود در باز کنه. رفتم اون مغازه، اونورم رفتم مغازه، کسی نبود تلفن اینجا رو بده. الان این دره قفله. سلام آقا، خوبی شما؟ ببخشید ما همه استخر دیم درش بستایا، یه خاطره خیلی بدی داریم از یه استخر اینجا. حالا میرسیم این اگه زحمت شه، اگه اجازه میتونیم از اینجا بریم از بالا یک گزارش رو تهیه کنیم و دیگه رفت زحمت کنیم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. قربان شما. ببخشید آقا. از بالا پشت بوم خونه بنده خدا ما اومدیم بالا پشت بوم و جای دیگه نبود که ما بیایم اینجا شرح بدیم. اون 50 سال گذشته مشخص باشه که ما کدوم قسمت این اتفاق برامون افتاده. اونجا که افتادم دیر آب دیگه نیومدم بالا، روح هم از بدنم جدا شد، اومد بالای استخر و اطراف استخر هر کی می اومد میگفتم آقا این بنده خدا رو نجاتش بدید. میترسیدم بگم که من خودم هستم، میگفتم شاید کسی هست منو میبینه، ولی اونا حرف من متوجه نمیشدن. شما بالا اومدن از آب رو، از بدن جدا شدن، بالا اومدن به سمت بالا رو احساس میکردین یا نه یهو دیدین بیرون هست؟ نه، من یهو دیدم بیرونم اصلا. جنازه من، جسد من زیر آب بود، یه سیایی میزد، خودم بیرون بودم. و میدونستید که اون بدن خودتون؟ بله میدونستم بدن خودمه. پس ولی میگفتید یه کسی داره غرق میشه. به اونا اینجوری میگفتم که دلشون بیشتر بسوزه، نگن که این خودشه. اینجوری میگفتم که
دلشون بیشتر بسوزه که برن منو نجات بدن. میرفتم به سرشونه غرق نجات میزدم، گفتم آقا این بنده خدا رو برین نجاتش بدین. انگار که روح من یک نفر دیگه بود، خودم نبودم. برای اونا، البته برای خودم که خودم بودم. برای اونا من نبودم، اون یکی هم که افتاده تا یک کسی دیگه است که بخواد نجاتش بده. بله. اونا متوجه شما نمیشدن. بعد دست و پا داشتین شما اونی که بیرون بود؟ بله، راه میرفتم قشنگ، دست و پا داشتم. چه جوری بود این؟ مثل بدن عادی بود؟ نه عادی. رنگش، جنسش؟ نه، احساس میکردید مثل همون بدن؟ اصلا من خودم بودم. خودم بودم. روح من به طور مثلا یه انسانی بود، نه اینکه بگم نور باشه، نه، یه انسان واقعی بود. یه انسانی که به قول معروف همون لباس استخر رو تنش کرده. من همون بودم. به همون شکل اومدم. به همون شکل اومدم بیرون. دست میزدین به شونشون؟ آره چی میشد؟ دست گیر میکرد به بدنشون یا رد میشد یا؟ نه اصلا دست به این میزدم، هیچ احساس اینو نداشتن. اون احساس نداشت. بله. شما چطور دست میزدید؟ دست شما؟ آره احساس داشتم، من احساس داشتم ولی اونا نداشتن. اونا احساس نداشتن. چی فکر میکردید؟ من فکر میکردم به عنوان یک بچه 10-12 ساله که اینا توجه به من نمیکنن و من بدنم اون پایین افتاده. من بیشتر قصه اون موتور رو میخوردم. موتور امانت گرفته بودن. این موتور رو کی ببره؟ این مال بنده خدا من امانت گرفتم. چی داستان موتور چیه؟ با موتور بنده خدای ما امانت گرفتیم، گفت میخوای بری استخر، برو با موتور بابام برو. ما موتور اینو برداشتیم آوردیم که 1 ساعته برگردونیم که غرق شدیم. قصه موتور رو میخوردم. یه بچه 12 ساله با موتور اومده. آره، موتور گازی، موتور گازی قدیم. اون آبیا، اون دوچرخه‌ای. بله دوچرخه داشت. نگران اون موتور بودی؟ آره نگران موتور. اصلا نگران این که اومدن بیرون و اون بدن جدا شدم و اصلا نه دیگه راحت. آره اصلا دوست داشتم که اصلا به هوش نیام. چرا؟ یه حالت سبکی داشتم. خیلی بهتر از این بود که اون با اون حالت. آفرین. ولی بدهی که به مردم داشتیم. آره اونو من بیشتر فکر میکردم که من به هوش بیام، خوب شم، برم موتور بنده خدا رو که قرض گرفتم بهش بدم. و دیگه آخر طوری شد که ساعت 4 بعد از ظهر بود که استخر تعطیل شد. یعنی به قول بعضی شهرهای خراسان میگه موتور مخام، اون بدنتون میخواستین دیگه. آره بدن رو میخواستم به خاطر این که موتور رو فقط برگردونم. موتور مخام بره که موتور مخام. آره موتور مخام به خاطر موتور مخام. بعد عرضم بزرگ شما که ساعت 4 شد، یه بنده خدای لباساشو تنش کرد، میخواست بره بیرون. به غرق نجات گفت که آقا اون تای آب یه چیز سیاه میزنه. من فکر میکنم آدم باشه، نمیدونم. من فکر میکنم آجر که نیست، فکر میکنم مثلا آدم باشه، چیزی باشه. غرق نجات رو دیگه خیلی باید صحبت کرد و متقاعدش کرد که بره از اون تا خبر بیاره. ایشون که شیجه زد رو جسد من. شما هم شاهد همه اینا؟ آره هستم. وقتی اینا صحبت میکردن راجع به بدن چه حالی داشتین؟ چه چیزی میگفتید بهشون یا نه دیگه فقط؟ نه من فقط با استیل نگاه میکردم که گفتن دیگه دارم نجات پیدا میکنم. بعد وایسادم، این بنده خدا غرق نجات اومد، شیجه زد، منو دید که یه آدم افتاده اونجا. این که چی میدید رو شما متوجه میشدین؟ آره متوجه میشدین که داره چی میبینه؟ بله. خب قشنگ ایشون اومد، شیجه که زد اینجوری انداخت، اینجای دستشو پشت فک من زیر آب. آره کشید بالا، به این شکل کشید بالا کشید منو بالا. احساس کردم داره گردنم میشکنه. میگه آقا ول کن، آقا من زنده ام، ول کن، گردن من شکوندی. در این من خودم متوجه نبود. و شما با دقت تمام این جزئیات رو میدیدین؟ بله. که چانه منو اینجا گذاشته و داره میاره بالا. بله. با اینکه بالا بودید و اون بدن پایین بود ولی میدیدین؟ بله کاملا میدیدم. تا حتی که آقا اومد از زیر آب منو کشید رو اونجا هم قشنگ مشاهده کردم. بعد این آقا که اومد چونه منو گرفت، اینجوری زیر بغلش کنار کرد، آورد بالا لبه استخر. من کنار استخر وایستاده بودم، بغل دست
همون سکوی قایق نجات منتظر بودم که چه اتفاقی میفته برای من. اون سکو سیمانی آره چه اتفاقی برای من میفته. بعد جنازه منو که جنازه بود دیگه، جسد بود دیگه، حالا من رو هم بیرون بود، کشیدن آوردن لبه استخر. من اومدم بالا سر وایستادم، بالا سر جسد خودم وایستادم. بالا سر روی زمین یا بالا سر رو بالاتر از زمین؟ ببینین جسدی که آوردن لبه استخر بیرون از استخر که دراز کشیده، من اینجا بالا سر وایستادم. بالای سر؟ بالای سر خودم. روی زمین بودی یا از زمین بالاتر بودی؟ روی زمین بودم. روی زمین روی زمین بودم. بله. روی زمین وایستاده بودم مثل آدم معمولی. ما رو آورد بغل این استخر، این طرف سمت چپ استخر دراز کردن، ما رو فشار دادن، آبای شکم ما خالی شد. بعد تو این قسمت همون جای پله اولی تقریبا تو فکر می‌کنم اون موقع پله نبود، اینو بعداً گذاشتن اینا رو. بعد اینجا ما رو دراز کردن، آبای تو شکم ما رو خالی کردن. بعد گفتم خب الحمدلله انگار که یه خبرایی هست دارم خوب میشم. اومد همین بنده خدایی که قایق نجات بود، اومد دهنشو گذاشت تو دهن من، یه فوت کرد. اینا رو من میدیدم، هنوز جسمم بی روح بود و روحتون هم بی جسم. روح منم بی جسم. آره ایشون که به این شکل ماساژ میدادن، ماساژ 4 5 بود، یهو بدنم یک واکنش از خودش نشون داد، حالت مثلا داغ بشه. یهو یه سرفه کردم، روحم اومد تو جسمم، بلند شدم. بدن سرفه کرد؟ بدن سرفه کرد. و شما از بیرون سرفه رو دیدین؟ از بیرون سرفه رو دیدم. آها، پس ما الان میتونیم اینو به عنوان یک گزارش ثبت شده داشته باشیم که بله. لحظه ای که جسم سرفه میکنه هنوز فرد میتونه بیرون باشه. بله. بله. یعنی سرفه یک واکنش جسمیه. بله. و لزوما نیاز به حضور روح نداره. ممکنه این فشار باعث بشه که جسم بی روح یا جسمی که فرد ازش بیرون، فعلا اسم روح رو نمیخوام بذارم، پرهیز میکنم، چون ما به جز روح نفس یا قالب برزخی موارد دیگه هم داریم. اینکه اون فرد بیرون روح بوده یا اون فرد بیرون نفس بوده، قالب برزخی بوده، بحث دیگه است. بحثای کارشناسی داره. قبل از اینکه فرد به بدن برگرده، سرفه میتونه به عنوان یک واکنش عادی فیزیکی مربوط به جسم اتفاق بیفته. چون شما از بیرون دیدین. بله. و زمانی که ماساژ میدادن، آیا ماساژ 4 5 بود، یهو بدنم مثل داغ شد. یه حس کردم که روحم اومد سر جاش. بلند شدم نشستم. چجوری برگشت توی بدن؟ یک باره یا از یه مسیر خاصی، مثلا از سر، از دست، از پا؟ من از همین قفسه سینه انگار از زیر دست این بنده خدا رفتم تو جسمم. انگار از مسیر قفسه، از مسیر سینه وارد شد. آره. بله. انگار که اینجوری کرده بود، از این زیر سر خوردم رفتم داخل بدنم. این حالت بسیار غبارآلود از زیر دست این آقا اومد رفت تو جسمم. تا که اومد تو جسمم بلند شدم نشستم. اون زمان مثل الان نبود که آمبولانس بیاد و نمیدونم مراقبت ویژه باشه، اینا نبود. از اون ساعت تایم گرفتن، گفتن آقا در 1 دقیقه 75 بار قلبت میزنه، سالمی. نبضت 1 دقیقه 75 بار میزنه، سالمی. پشت برو. دیگه ما اون موقع سوار موتور شدیم، رفتیم موتور بنده خدا رو دادیم. گفت چرا دیر اومدی؟ گفتم این اتفاق برام افتاد. این موضوع هم براش تعریف کردیم؟ آره. که من از بدنم جدا شدم. آره. همه رو گفتیم. آره. و ایشون باور کرد؟ ایشون نه. باور نکرد. هنوز در قید حیاتن؟ ایشون که نه دیگه، فوت کردن. به رحمت خدا رفتن. آره. خدا بیامرزشون. درسته. برای کسای دیگه برای کی تعریف کردیم؟ من اینو رو برای خیلی تعریف کردم. برای خانمم تعریف کردم، برای باجن آقام تعریف کردم، برای مسافرام خیلی تعریف کردم. شما مسافر کشی تاکسی هم دارم تو شهر. تاکسی دارین. 40 و چند ساله که برای خیلی تعریف کردیم. آره دیگه، برای خیلی تعریف. بیشتر از 40 ساله. آره. برای 10 نفر در نیشابور خبر دارم. 100 نفر من تعریف. 100 نفر در نیشابور خبر دارم.
شاید برای هزاران نفر من تعریف کردم. الان هم که برای میلیون ها نفر دیگه حالا الان برای میلیون ها نفر. و تجربه بعدی؟ تجربه بعدی من مشکل معده داشتم، به عبارتی به اسم پزشکی بهش میگن جراحی هندرومتال و به عبارتی درد بیدرمان داشتم. چون دکترها من جوابم کرده بودن، گفتن که ما جراحی میکنیم ولی قول بهتون نمیدیم که سالم از زیر عمل بیاین بیرون. این بیماری عوارضش چی هست؟ این هضم نکردن غذا. کلا غذای من یک هفته 4 روز تو معدم میموند، هضم نمیشد و رو لاغر میشدم. چه بیماری سختی. آره. ایشون مشکل معده داشتن. سال 1382 بود که ایشون اعزام کردن مشهد بیمارستان، بعد تحت عمل جراحی قرار گرفتن ایشون. وقتی که من رفتم حساب پیش آقای دکتر مشهد، آقای دکتر استاد دانشگاه مشهد، آقای دکتر و دکتر، این 3 نفر روی معده ما کار کردن. اینا زمانی که ما رفتیم تو اتاق عمل، اینا اومدن یه آمپول به من تزریق کردن، آمپول بیهوشی، همینجوری سر به سر من میذاشتن. چند تا بچه داری؟ چه کار میکنی؟ شغلت چیه؟ که ما از هوش رفتیم. همین که از هوش رفتم، پرنده از قفس اومد بیرون و پرنده قفس رو میدید که چوی حرکاتی روی این قفس دارن انجام میدن. حالا ما تصور بکنیم که این قفس یک جسم بوده. جسم آقای بیضایی. جسم آقای بیضایی. شکم منو باز کرده بودن، یه تناب اینور کشیده بودن، یه تناب اینور کشیده بودن. از بالا به این شکل من پایین رو میدیدم، پزشکا رو میدیدم. پس شما از بدن که خارج شدید بالا بودید؟ بله. بالا بودید و کجم بودید؟ دستتون کجه؟ دقیقاً اینجوری بودم. دستتون کج. دقیقاً. چه ارتفاعی؟ در ارتفاع 1.5 متری تقریبا. 1.5 متری زمین یا تخت؟ زمین. 1.5 متری زمین. پس میشه گفت مثلا برابر با پروژکتورهایی که داشتن جراحی میکردن. من در پشت این پروژکتورها قرار گرفته بودم. از نور من، نور خود من، جسدتون میدید. شما پشت چراغای اتاق عمل قرار گرفتید و از نور خودتون، از نور خودم میدیدم، جسدو میدیدید. آفرین. از نور پروژکتورها نمیدیدم، از نور خودمو میدیدم. از پشت چراغ ها من با نور خودم جسدتون میبینم که اینها این شکم منو، یک پوست شکم منو به این تناب دوختن، یک پوست شکم منو به این تناب دیگه دوختن. این تناب چیه؟ من متوجه نمیشم. این تناب منم نمیدونم. این کار جراحا بود. این کار جراحا هست که این پوست نیاد دلو دست پاشونو بگیره. آها. اینو اینجا منگنه میکنن. شده این طرف. اینو اینور منگنه میکنن. آره. مثلا که نیاد باز نگه داره. که باز نگه داره، نیاد مزاحم دستشون بشن. خب بعد اینا با هم صحبت میکردن، میگفتن که ما
قول بهشون ندادیم که این برگرده. این نزدیک 6 ساعت داره طول میکشه ما اینو ببندیم. بعد آقای دکتر با یکی از فامیلای ما آشنا بود، بعد گفت که حالا اگه ما اینو ببندیم و بمیره جواب بنده خدا رو ما چی بدیم؟ اینا رو من میشنیدم. بالاخره اینا باز کردن شکم ما رو، معده ما رو برداشتن که دستکاری میکردن تو دستاشون. متوجه میشدم که خون آلود بود و اینا، دستاشون خونی شده بود. اینا رو من متوجه میدیدم. چه حالی داشتین؟ این بالاخره بدن آقای بیضاییه اونجا. بله. پاره است، معده رو در آوردن. اینا چه حالی فقط اصلا یه حال خیلی خوبی داشتم. اصلا میگفتم نهایتا من بر نمیگردم، چون از مرگ کلا نه الان میترسم نه اون موقع میترسیدم. اصلا انگار که من نبودم، کسی دیگر رو میدیدم. ترس چون نداشتم خودم میدیدم، ولی چون که ترس نداشتم احساس اینجوری بود که مثلا این یکی دیگه است، من نیستم. که شکم داره پاره، شکم آدم شکم خودشو ببینه اینجوری وحشت میکنه دیگه. ولی من خودم رو میدیدم، ولی انگار که اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده برام. بعد ازم بزرگ شما که اینا معده ما رو برداشتن، گفتن خب ما که از این معده چیزی سر در نیاوردیم، چی کارش باید بکنیم؟ این یکی به اون یکی گفت، این یکی به این یکی گفت خب معده این که نسوخته، حالا چرا غذا رو هضم نمیکنه؟ این معما شده برای ما. با هم صحبت میکردن. نسوخته؟ نسوخته، چون معده وقتی ترش میکنه میسوزه، وقتی بسوزه یه قابل علاج نیست. خب جراحتش طوری میشه که اسید معده زیاد میشه، جراحتش طوری میشه که دیگه قابل علاج نیست. سوختگی به این معنی. سوختگی به این معنی است. این نسوخته. حالا ما بیایم معده اینو دور نای یه دور بچرخونیم که این غذا بالا نیاد. همونجا چون به خاطر که نمیتونه بالا بیاد مجبور هضم بشه. اینا این کار کردن و ما خوشبختانه هم خب نتیجه گرفتیم. تا زمانی که ما زیر عمل بودیم میدیدم از تو اتاق عمل میدیدم که بچه‌م داره گریه میکنه، فقط میگه آقا جون آقا جون آقا جون. خانمم داره گریه میکنه. من به اینا از دور بهشون میگفتم من نمردم خانم، گریه نکنیم، من نمیمیرم، من تو اتاق عملم، من نمیمیرم، من دارم میبینم. به اینا میگفتم ولی اینا متوجه نمیشدن. بعد گفت که کاری از دست ما ساخته نیست خانم بیضایی، همون دکتر همون دم در اتاق عمل گفت کاری از دست ما ساخته نیست، ایشون به هوش نمیاد. بریم دست به دامن امام رضا بیفتیم. که اینا رفتن به جای امام رضا و گریه زاری که بعد دیگه ما اینجا به هوش اومدیم. دیگه من از اتاق عمل اومدم بیرون، من آوردن که تو بخش. وقتی آوردن توی بخش شما هنوز از بدن بیرون هنوز بودین؟ بیرون بودم. از روی بالانکارد که منو آوردن توی این بالانکارد دیگه هولم دادن مثل ناراحت بشم، اینجوری شدم. بعد گفتن انگار که ما حیوانیم، ما رو هول میدن روی مثلا
بالانکار دیگه. این مقدار جابجایی شما آره سریع بود و ما جابجایی بدن سریع بود، شما ناراحت شدید آره. که چرا بدن منم اینجوری جابجایی آره میکنن. مثلا قشنگ پاهامو نگرفتن بذارن رو بالانکار دیگه، اینجوری گذاشتن، اینجوری هولم دادن انداختن، انگار مثلا بدنم ضرب خورد، اینجوری احساس کردم. و شما احساس کردید کم احترامی شده؟ آره. بعد که اومدم رو بالانکاردی که میخواستم منو بیان تو بخش، در حینی که تو بخش منو داشتن میخواستم بیان تو بخش که هنوز به هوش نیومدم، منو بردن تو آی سی او، رو سی سی او تو آی سی او. تو آی سی او به هوش اومدم. به هوش اومدم دیدم دستگاه سیگنال داره ضربان قلب منو داره میزنه و با چشم خودم دیدم که قلبم درست داره کار میکنه، سیگنال بالا پایین میرفت. بعد با خودم گفتم که اگر این صاف بشه حتما این بنده خدا میمیره، نمیدونستم مال خودمه. یهو دیدم که سیگنال صاف شد، من رفتم. باز در اون لحظه یک دستگاه سیگنال ممتد شد که من ناامید شدم، حقیقت از این ماجرا خیلی ناامید شدم. زن و بچه رو که میدیدین در اون حالت، بله. شما باز بیرون از بدن بودین؟ بله. در بیمارستان هم بودید و اونجا هم بودید؟ بله. یعنی همزمان در دو جا؟ نه، در یک جا بودم. دید من از پشت این دیوار، پشت دیوار رو میدیدم. بله. چیزی مانع نبود؟ چیزی مانع نبود، دیواری وجود نداشت. بله. در اصل دیوار وجود داشت، من دیوار رو میدیدم، میدیدین که دیواری هست، ولی من اون سمت دیوار رو هم میدیدیم. دید من از دیوار عبور میکرد. بنابراین از درون بیمارستان همه جا رو من مشاهده میکردم. و همسر شما که با پزشک صحبت میکردن کجا قرار داشتن؟ در دم اتاقی که اتاق عملی که من به هوش نیامده بودم. بله. و شما هم توی اتاق رو میبینید هم اونجا رو؟ من هم تو اتاق عمل میبینم و همونجا رو، هم بیرون از بیمارستان رو، همه جا رو کلا مشاهده میکردم. تا چه فاصله ای؟ در دیگه فاصله خودم با بیرون در فاصله مثلا از اینجا تا دم در این باغ. یه چیزی حدود مثلا 1 کیلومتر. همچین چیز. آره. به شما 1 کیلومتر بیرون از بیمارستان رو هم میدید؟ بله. اینا رو من میدیدم. و فقط یک جهت رو یا؟ نه، کل اطراف من میدیدم. اطراف ماشینا همه چیز، اصلا انگار که من بیرون بودم. دور تا دور همه جا. دور تا دور همه جوری من میدیدم. وقتی که پزشک گفت برید از امام رضا بخواید، شما دیدید که همسرتون رفتن حرم؟ من داخل حرم رو ندیدم. یادم نمیاد. ولی دیدید که عازم حرم شدن؟ بله، عازم حرم شدن و اونا اونجا التماس درخواست میکردن که من اینجا دیگه به هوش اومدم. از ایشون بعداً پرسیدید که آره دیگه، گفت که ما رفتیم این کارو کردیم، رفتیم امام رضا. به هوش اومدن شما چطور بود؟ من زمانی که برگشتم به یک نظر فکر میکنم از زیر همین اتوهایی که شوک میدادن، از زیر همین اتو رفتم داخل بدنم. فقط همینو خیلی کوتاه احساس؟ همینو خیلی کوتاه. این که شوک میزدن بهشون میگفتن من زنده هستم، شوک ندین، اونا نمیفهمیدن. من فکر میکنم از همین طریق باز رفتم. در زمانی که داشتن شوک میدادن ناظر بودین؟ میدیدین دارن شوک میدادن؟ بار پنجم دیگه من ناظر نبودم. یعنی 4 تا شوک دادن؟ بله. و شما داشتید اینا رو میدیدین؟ بله، من شوکا رو میدیدم، بار 4 رو میدیدم، بار 5 رو دیگه ندیدم، دیگه برگشتم. خب این مرحله رو که داشتن شوک میدادن دقیق بفرمایید از اول تا آخر چی شد؟ چه صحبتی شد؟ اینا رو نگفتید؟ صحبتایی که یه نفر میگفت آقا معلوم نیست این برگرده، حالا ما داریم زحمت میکشیم. یه نفر میگفت امتحان میکنیم، 1000 در 1000 برگشتن، شاید اینم برگرده، جوونه، گناه داره، اینجوری میگفتن که دیگه برگشتیم دیگه. حالا شکر خدا. چند ساله بود این موقع؟ من سال 82 بود. چند ساله؟
حالا سالش که نمیدونم، من متولد 42 هستم. 40 ساله بودین؟ آره 40. هر چقدر من خرج این پیکان میکردم آخرش هم اون آسیب به من میزد، آسیب خسارت به من میزد. هرچی من ترمز این درست میکردم باز هم تمام لوازمش رو نو کردم، باز هم ترمز نداشت. اینجا که ترمز میگرفتم، ماشینی که مثلا اون آخر بود، میگفتم بای خدا باز خورد، تاق خورد باز برو خسارت بده. باز خورد یعنی همیشه آره باز خورد. بعد همینو من رفتم چرخاشو باز کردم. زمستون بود، یه خونه داشتیم، خونه پدریمون بود، قدیمی بود دیگه، کارگاه هم همونجا بود. یه اتاقی داشت، یک شعله کوچیک من روشن کردم، زیر یه لوله بخاری گذاشتم که دیوکسید رو بکشه بالا و من خفه نکنه. این احتمال رو دادم و این ملاحظه کاری رو هم کردم و یک شیشه هم شکسته بود از اون اتاق. فکر اینو نمی کردم که یه روزی، یک ساعتی، یک وقتی منو گاز بگیره. اصلا این فکر نبودم. دیدم اتاق خیلی گرم شده، خیلی خوشحال شدم که گرم شده. گفتم میام اینجا گرم میشم، بعد میرم به کارم ادامه میدم، شب خانم تنها نباشه. سال 94 بود که ماه بهمن که ساعتای 3 و 4 بود، شوهرم به من زنگ زد، گفت که من یه خونه امیرکبیر پدری داشتن، گفت میخوام برم اونجا، ماشینم مشکل داره، مشکلش رو رفع کنم. گفتم باش. بعد ایشون رفتن، شد ساعت 9 من دیدم نیومد. بعد من کنار بخاری دیگه گرفتم خوابیدم، دیدم نیومدن، همینجور منتظرش موندم، یکم دیدم نیومدن تا ساعت 9 دیگه گرفتم خوابیدم. ضمنی که گرفت خوابید خانومم، من گاز منو گرفت به این شکل، اینجوری خشک شده بوده مثل چوب. در اون زمانی که من افتادم و خشک شدم رو دقیقاً در فاصله اون زمان 2 متری به این شکل میدیدم، همه چیز رو میدیدم. تا یک باره خارج شدید یا باز به تدریج بود؟ نه، یک باره خارج شدم. یعنی همین که منو گاز گرفت سری اومدم بالا. اولین چیزی که مشاهده کردین بدنتون هست؟ یه اتاق پنجره باز چطور گاز گرفتگی شد؟ پس همین دارم تعجب من همینه. پنجره رو اومدم باز کردم، همین که باز کردم رفتم جای اجاق نشستم که گرم بشم. حالا جوری که خدا میخواست من به سمت اجاق نیفتادم، اگه میافتادم به سمت اجاق آتیش میگرفتم، برعکس اون افتاده بودم. که بعد جسد خودم رو مشاهده میکردم، میدیدم که من به این شکل افتادم و میگفتم کی الان بیاد منو نجات بده، خدایا کی میاد منو نجات بده. یهو به یاد خانمم افتادم. 20 دقیقه به 12 بیدار شدم، دیدم هنوز نیامده. بعد تو این 20 دقیقه من 4 بار به شوهرم زنگ زدم، ور نداشتن. همون زمان دیدم که گوشیم داره زنگ میخوره، ولی من نمیتونم برم گوشیمو جواب بدم. کی بود؟ خانمم. دیدین که کی داره زنگ میزنه؟ آره. یعنی اسم و شماره رو خوندین یا به شکل دیگه ای فهمیدین؟ نه، میدونستم که خانمم، بیقراری خانمم اونجا دیدم. آها. بیقراری خانمم و من اونجا دیدم. برای اینکه بفهمید چه کسی داره زنگ میزنه نیاز نبود شماره رو ببینید.
من بیقراری خانمو تماس گیرنده رو اون طرف میدیدی؟ اون طرف میدیدم که فقط داره با من تماس میگیره و حسش هم حتی درک میکردی آره. که بیقراره. آره بیقراره. و همسرتون کجا نشسته بود؟ چه لباسی بود؟ کدوم اتاق بود؟ توی اتاق حال بود، پای تلفن. خونه مثلا شهرک ما اینجا هستیم، مثلا شهرک خودش 2-3 کیلومتر فاصله داره. اونجا رو من میدیدم، یعنی دیوار بود، همه چی بود، ولی من پشت دیوار رو میدیدم. هیچ چیزی رو مانع دید من نبود. این نشونی ها رو بعدا بهشون دادین؟ نه. چرا؟ نه بهشون ندادم. چرا؟ فقط بهشون، چون از من که سوال نکرد، فقط بهشون گفتم آره شما اینجا بودین، زنگ زدین به تاکسی تلفنی، یه تاکسی تلفنی زنگ زدین، گفت میام ولی نیومد. باز یه تاکسی دیگه زنگ زدین، بعد از چند وقت اومد و اومدین در خونه رو باز کردین، در حیاط. اینا رو من براش توضیح دادم. کل ماجرا رو براشون زیاد تعریف نکردم، چون خانم یه اخلاقی داره میگه که دوست ندارم اینا رو بشنوم. دوست ندارم اینا رو بشنوم. یه جزئی من براش تعریف کردم که بدونه که این اتفاق افتاده برام. هوام خیلی سرد بود. گفتم تا وقتی تاکسی بیاد دیر میشه، زودتر آماده بشم برم سر کوچه که اومدن دیگه سریع بریم. بعد این تاکسی اومد، من تاکسی سوار شدم. گفتش که چی خانم چرا اینقدر هیجان داری؟ گفتم که شوهرم فکر کنم اتفاقی براش افتاده. گفت نه استرس به خودت وارد نکن، هیچی نشده، میریم. بعد خانم من دیدم اومد سوار ماشین شد، گاز ماشین رو یورو چسبون، اومدن کجا؟ خیابون امیرکبیر آریان 4. در حیاط که رسید خانم گفت که شما برین. دیدم تاکسی شوهرم دم دره دیگه، خاطر جمع شدم، درم یه خورده باز بود. گفتم خب به تاکسی گفتم شما برین. گفت من برم کاری با من نیست. گفتم نه. آخر کوچه که یه زمین خالی بود رفت این بنده خدا دور بزنه، منم که دیدم در بازه، در باز کردم رفتم داخل. چون من در باز گذاشته بودم که میرفتم از ماشین یه پیش باز میکردم، باز میومدم تو خونه که گرم شم. در باز بود، در اتاقم باز بود. باز که منظور قفل نبود، بسته بود، به هم خورده بود. اومد تا که در باز کرد دید من اونجا افتادم، شروع کرد به خودشه زدن که من خیلی ناراحت شدم. یعنی گفتم که چرا باید این اتفاق می افتاد. بعد خانمم خودش زدن و سر صدا اومد بیرون، گفت که آی مردم کمک کنین شوهرم مرده، بیاین نجاتش بدین. اینا راننده تاکسی برگشت. این تاکسی برگشت و یک کاسه خیلی کثیف اونجا بود که آشغال پاشغال مثلا می آوردن با اون کاسه می ریختن بیرون. اینا اومدن با همون کاسه کثیف آب ریختن رو من. بعد من اونجا یک کاسه روحی کثیفی بود، بردم از همون شیر همونجا آب جا کردم، آوردم ریختم رو شوهرم، هیچ تکونی نخورد. آب سرد تو زمستون. گفتم نریزین این کاسه خیلی کثیفه. اینا ریختن رو من ولی من تکون نخوردم. بهشون میگفتم این کار نکنیم با من، ولی خب من تکون نخوردم. موقعی که همسرتون گریه و زاری میکردن، شیون میکردن، چه حالی به شما وارد خیلی ناراحت بودم. فقط میگفتم خانم جان گریه نکن، من نمردم، من زنده‌ام، من نمردم. ولی اون میدید که من مرده بودم دیگه. شما میگفتید من نمردم، منظورتون جسم نبود، منظورتون خودتون بودید. آره منظورم خودم یعنی بود. من اینجام. آره من نه اینکه اینجام. اون بدن دوباره زنده میشه، منظورتون این نبود. نه من اینجام، اون بدن دیگه، اون من کاری اون بدن نداشتم. اون شیون‌ها و گریه‌زاری‌ها باعث میشد که احساس خوبی پیدا کنید، بگید که چقدر منو دوست داره؟ نه احساس داشتم که چرا انقدر این منو دوست داره، نباید انقدر منو دوست داشته باشه.
نبایستی به من وابسته باشه. انقدر هر لحظه ممکنه من بر نگردم. و ناراحت شدید؟ آره خیلی ناراحت شدم. تا قبل از اینکه ایشون وارد منزل بشن و بدن شما رو ببینن شما هیچ ناراحتی داشتین؟ از اینکه من از بدنم جدا شدم؟ من از اینکه از بدنم جدا شدم هیچ احساس نیم، فقط خیلی سبک بودم. احساس سبکی داشتید؟ راحت بودید؟ بله. غم و غصه‌ای نبود؟ ترسی نبود؟ هیچ نگرانی نبود؟ ایشون که وارد شد شیون گریه زاری؟ آره من ناراحت شدم که چرا ایشون داره این کارو میکنه، نبایستی اینقدر وابسته من باشه. چند سال گذشته؟ از اون موقع 6 سال گذشته. بعد از 6 سال هنوز اون لحظه گریه و زاری ایشون رو که به خاطر میارید صداتون میلرزه، اشک میریزید. چه فشاری اون زمان به شما وارد شده؟ اصلا گریه‌شو نمیتونم ببینم. برای این نمیتونم صحبت کنم. خانومم بعد که آب ریختن رو راننده تاکسی گفت که اجازه میدیم خانم من یه تنفس مصنوعی بهش بدم. گفت که من جو گریه میکرد، میگفت که هر کاری از دستم برمیاد برای شوهرم انجام میدم. بعد ببخشید دیگه من این آقای راننده اومد تنفس مصنوعی به من داد، دهنشو گذاشت دهن من و باز با دستاش ماساژ داد. دیدم یه سلفه کردم ولی باز فقط میدیدم، سلفه رو دیدم ولی باز بر نگشتم. بعد این بنده خدا هرچی نفس داد و اینا دیدیم نه فایده نداره. اینو ما دوتایی گرفتیم تو پراید پشت گذاشتیم. همون موقع هم انگار فاضلاب کنده بودن، برای فاضلاب در ماشین قشنگ باز نمیشد. یک مشکلات خیلی سختی گذراندیم اون موقع. گذاشتیم دوتایی تو پشت ماشین و من گفتم تو رو خدا گاز بده، تو رو خدا تندتر بره. یه فکرش نرسیده بود که آمبولانس زنگ بزنه، یه فقط گفته بود فقط برسونمش بیمارستان. من مثل یک نور در داخل شیشه عقب ماشین، شیشه ماشین که مثل که سوار ماشین شدید یه نور از پشت مشاهده میکنید، از تو آینه مشاهده میکنید یه نوری رو، من داخل پشت شیشه ماشین به همین شکل چسبیده بودم به شیشه ماشین تا بیمارستان همه چیز رو مشاهده میکردم، با همینا میرفتم. یک نور متصل به شیشه که شاهد، ناظر، هوشیار و همه چیزو من میدید به عنوان یک انسان آگاهه. و این نوری که پشت این شیشه ماشین هست آیا فقط رو به ماشین و داخل ماشین رو درک میکنه؟ کلا همه جا رو درک میکنه، دور تا دور همه جا رو. باز فاصله رو میشه گفت؟ فاصله تا چه حدود؟ به چه شعاعی؟ به شعاعی که نظر منو جلب کنه. هر جا که نظرتون جلب میشد؟ آره هر جا که نظرم جلب میشد من میدیدم. فاصله مهم نبود؟ فاصله مهم بود که بخوام توجه کنم. بله. اگر من مثلا در خیابان امیرکبیر نظر منو تو خونه جلب کرد که من خانومم رو دیدم، چون نظر من جلب خانومم بود. بله. که اونو میدیدم. و اگه مثلا نظرم جلب خانومم نبود نمیدیدم دیگه، چون نیازی نبود ببینم. و
پشت شیشه ماشین که چسبیده بود این نور، از نور خودم داخل ماشین رو روشن میدیدم. خانومم با این آقا روشن و شهر رو من روشن میدیدم. یعنی من ماشینو که خانومم میگه من یادم نیست چه رنگیه، من میگم خانم جان این نوک مدادی بود این ماشین، میگه اصلا من تاریک بود من یادم نیست. یعنی شما نظر شما، نگاه شما شب بین بود؟ بله. تاریکی رو میدید، تاریکی بین بود، مثل دوربین‌های مادون قرمز. بله، دوربین‌هایی آره. که مثل بعضی از جانوران بله نور مادون قرمز دارن، نور شب رو روز میبینن. آره اینجوری بود. بله. بعد من به فکر نجات نبودم، ولی دوست داشتم که برگردم خانمم بیقراری نکنه، چون از بیقراری خانمم خیلی ناراحت بودم، خیلی ناراحت بودم از بیقراریش. فقط نه اینکه مثلا برگردم زندگیمو دوست داشته باشم، تا حتی مثلا تازه دخترمو شوهر داده بودم که شاهد مثلا زندگی اینا باشم، اصلا یادم نمی اومد اینا رو. به قول خانمم میگفت که اگر میمردی شاید مثلا میگفتن فامیلا این داماد بد پا قدم بود، این اومد و اینا مرد. از اینش میگفت من میترسیدم. خانمم تعریف میکرد. بعد این موضوع رو، این کار، این استرس من و اینا که یا اون کاسه کثیفی که گفتم بهتون آب میدادن، آب میریختم روش، اینا رو شوهرم میدیده. حتی میگه من میگفتم که با اون کاسه کثیف آب نریز روم. مثلا اون کاری که من میکردم، استرسایی که من داشتم، اینا رو همه رو دیدم. بعد شوهرم بهم گفت که اینجوری کردین. گفتم آره اینجوری بوده، شما متوجه شدین؟ گفت آره من هم کنارتون واسطاده بودم میگفتم ولی شما به حرف من نمیکردین. ما رو گذاشتن عقب ماشین، که همینجوری که گاز ماشینی گرفته بود یک مانعی، یک کانال کنده بودن، پاشو گذاشت رو ترمز. بدن من با سرعت اومد افتاد وسط ماشین، گوشه چشمم اینجا که هنوز دردش هست بعد از 6 سال خورد به صندلی. گفتم حالا اگر از گاز گرفتگی ما نمردیم از این حتما میمیریم. همون پشت شیشه میگفتم. گذشت با همون طبع شوخ نشابوری دیگه. آره. نه؟ با خودم گفتم، با کسی صحبت نکردم. بعد به همسرتون که میگفتید گریه نکن من زندم چی آره میگفتید؟ اون نشابوری میگفتم. چه جوری میفرمودین؟ مثلا میگفتم که گریه نکن من زنده‌ام، گریه نکن زن من زنده‌ام، من نمی‌مردم. اینجوری مثلا میگفتم. بعد که ما رو بردن بیمارستان که بردن گفتش که خانم چقدر سرزا میکنی؟ مرده شوهر یه تیکه چوب برای آوردی اینجا، میخوام چیکار کنم من با این؟ بیمارستان به سرد گذاشتی، برو بیرون. خانم خیلی سر صدا میکرد، خانم اونا تهدید میکرد و اگه یک مو از سر شوهرم کم بشه بلای سرتون میارم، چیکار میکنم. دیگه خانم از اتاق بیرونش کردن. بعد اونجا دیگه این سرصداهای منو که سرصدا میکردم و داد و بیداد میکردم و اینا رو به پرستاران میگفتم، اینا رو کاملا شوهر من متوجه میشده، میفهمیده که من چی دارم میگم، چه کار میکنم، چی رفتار میکنم. و زمانی که منو بردن داخل ICU اونجا هم به من شوک میدادن و خانم گریه میکرد. دیدم که منو بردن تو سردخونه گذاشتن. یه شب من تو سردخونه بودم. روز بعد داداش مشهدی که الان مشهد هست با باجناق بزرگم جان. اسمشون چیه؟ اسمشون سید محموده. سید محمود. بله. و باجناق؟ با باجناقم آقای احمد فیضبخش، باجناق بزرگم. احمد فیضبخش؟ بله. اینا اومدن جنازه منو از سردخونه تحویل گرفتن، بردن تو مردشو خونه، ما رو شستن
و کفن کردن با آمبولانس ما رو بردن خونه خودمون بردن. از اونجا ما رو تشییع کردن تا مسجد، اونجا نماز ما رو خوندن، ولی یک تشییع جنازه با شکوهی داشتم، نبود اونجا ببینیم. خلاصه همینجوری خانمم گریه میکرد، باز بچم گریه میکرد. تنها کسی که خیلی گریه میکرد خانمم بچم بود. اینا پشت تابوت من می اومدن گریه میکردن، میگفتم بابا من نمردم، گریه نکنین، من نمردم، من نمیمیرم، من نمردم. تشریح کردن بردن تا سر مزار که جاشم هنوز هست. میخواستن ما رو بذارن تو قبر ما آماده نبود. خانم گریه میکرد چرا باید جسد اینجا بمونه، بوی میگیره، بالاخره گناه داره جسد بیرون بمونه. گریه زاری میکرد که چرا قبرش آماده نیست. در همین حال من برگشتم. نور اومد که از همین قفسه سینه، اون اسدرضای بیضایی که به شکل نور بود برگشت از مسیر قفسه سینه. یعنی شما 3 بار از مسیر قفسه سینه به بدنتون برگشتید. یک بار همین بار سوم، یک بار در جوانی 40 سالگی، یک بارم در 12 سالگی. 3 بار من 3 بار هر 3 بار از قفسه سینه. خب حالا این بار سوم دوباره این حالت نور، اسدرضای بیضایی که به صورت نور هست برگشت به بدن. چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که من بیرون بودم در فاصله مثلا 1.5 تا 2 متر که ارتفاع اینجوری وایساده بودم، همه چیز رو مشاهده می‌کردم. در کجا؟ در کل زمانی که هر جایی که جسد بود شما نظر داشتم، تسلط داشتم رو می‌دیدم. این ارتفاع مال همه جا بود؟ مال همه جا بود. و زمانی که اومدم رفتم تو جسم که رفتش به حساب همون فرنده با قول خودمون رفت تو جسم، آقای بیضایی اومد رفت توی قفس. خب اسدرضا به قفس برگشت. در قفس باز شد، خود در قفس باز شد. اسدرضا یعنی این قفس از اینجا باز شد، اینجوری اومد بالا. من رفتم توش. وقتی رفتم توش مثل یه غبار رفتم تو، نه مثل نور، مثل یه گرد و خاک. احساس کردید که این باز و بست شد؟ نه، زمانی که مثل غبار مثل خاک اومدم رفتم داخل، بلند شدم نشستم. یهو بلند شدم نشستم که بعد دیدم که من اونی که اونجا بود نیستم. من یک شخص دیگه هستم. آره الان توی بدن هستم. آره این داستان زندگی ما بود که. و واکنش اطرافیان چی بود؟ واکنش اطرافیان هیچی دیگه، زنده شد دیگه، به هوش اومد دیگه. اطرافیان این نبود دیگه. این به هوش اومدن در کجا اتفاق افتاد؟ در بیمارستان. در بیمارستان. بنابراین این که به سمت سردخانه رفتید تا دفن، این رو به شما نشان داده بودن؟ اینا رو نشان داده بودن. نشان داده بودن. یعنی یک آینده محتملی بود که ممکن بود برای شما پیش بیاد. بله و 100% هم پیش میاد. بله. برای من حالا من مرده و شما زنده انشالله. زنده باشید انشالله. شما زنده باشید، من مرده. اختیار دارید. چون من دوست دارم بمیرم، نه اینکه به خاطر که زندگی رو دوست نداشته باشم، ولی میدونم که اون طرف از این طرف خیلی بهتره. و کسی هم میگه 100 سال زنده باشی، میگم خدا نکنه، چون اون طرف رو من از این طرف خیلی بهتر میدونم. انشالله که بیش از 100 سال زنده باشیم دیگه، هرچی خواست خدایه. طبق تجربه اسدرضا که 3 بار از بدن بیرون رفته،
مرگ وجود داره اصلا؟ برای پرنده مرگ وجود نداره. نه نداره. بسیار برای پرنده مرگی وجود نداره. و شما این رو 3 بار تجربه کردید؟ بله 3 بار من تجربه کردم. به این علت هست که میفرمایید من از مرگ نمیترسم. پرواز را به خاطر بسپار. پرنده چی؟ بله پرنده نمیمیرد. اشتباه گفت کسی که گفت پرنده مردنی است. بله پرنده مردنی نیست. پرواز را به خاطر بسپار. پرنده مردنی نیست. قفس مردنی است. بله قفس مردنی است. پس ما یه شعر اشتباه داریم که مشهور شد. پرواز را به خاطر بسپار. پرنده را هم. قفس مردنی است. بسیار لطف فرمودید. سر قرار حاضر شدید و 2 قرار دیگر با حضرت عالی تنظیم کنیم، قول بدیم. یک قرار ملاقات شما و مردم نجیب، شریف و عزیز نشابور، تاج‌های سر بنده، تاج‌های دل بنده که خدمت برسم نشابور زیارتتون کنیم. و قرار دیگر برای بهترین دیدار و بهترین قرار در دورترین نقاط عالم هستی که همه نور است و همه نوریم و همه اشراف و آگاهی، در صلح و سلامت دوستی انشالله به گونه‌ای رفتار کنیم که نگران نباشیم. نگران هیچ چیزی، نگران هیچ چیز نباشیم و نه موتوری به کسی بدهکار باشیم، نه هیچی، نه پولی بدهکار باشیم، نه موتوری، نه گفتاری، نه پشت سر کسی ما صحبت کرده باشیم، نه عرضم به حضور شما که دید بد به مردم داشته باشیم. بله. نه موتور بدهکار بشم، نه تومور بدهکار بشیم. و با شما سروران بینا ضمیر هم همین قرار رو میگذاریم. انشاءالله همه تلاش کنیم به گونه‌ای باشیم که سر این قرار عالی حاضر بشیم. بی قراریم تا روز قرار. بسیار خوش آمدید. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تا بنده تر از همیشه. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن،
بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودیم خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.